خداوند نخواهد گذشت از اون کسانی که با قلمشون با بیانشون سعی میکنن روحیه انقلابی رو در بین مردم ما و جوانهای ما تضعیف کنن. خدا از اینا نمیگذره. این انقلاب به وسیله جانهای مردم همین کشور تحقق پیدا کرد. روحیه انقلابی جان این ملته، روح این ملته و اون قلمی که این روحیه رو در مردم تضعیف کنه، تشکیک کنه در انقلاب، این رو خدا خواهد بخشید.